سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستین سلامت و خوش باشید. امروز طرز تهیه میرزا قاسمی به روش سنتی شمالیا رو براتون دارم. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید. در ابتدا باید بادمجونامون رو، من اینجا 3 تا بادمجون تهیه کردم. به ازای هر یه دونه بادمجون ما 2 تا گوجه فرنگی احتیاج داریم. اینجا بادمجونامون رو کاملا شستیم، میخوایم روی زغال کبابشون کنیم. خب همونجور که ملاحظه میکنیم ما زغالمون رو از قبل آماده کردیم و الان میتونیم بادمجونا رو روش قرار بدیم. یه توری بذارین که زغالا به بادمجون نچسبه. خب حالا یه طرفش رو میذاریم که آماده بشه. خب اینجا من میخوام گوجه هامونم کباب کنم، میذارم کنارش که اینا هم کباب بشه. خیلی خوشمزه تر در میاد، طعم دودی به خودش میگیره، بسیار عالی میشه. در اینجا به خصوص دوستانی که کمپ میرن یا پیکنیک میرن تو محیط باز میتونن این زغال رو تهیه کنن. خب در اینجا 4 تا تخم مرغ احتیاج داریم، برنج به مقدار لازم، یه بطه سیر که سیرا رو باید پوست بکنیم و با این سیر لهشون کنیم و ماهی دودی هم گذاشتم اینجا برای حالا بهتون نشون میدم که چجوری این ماهی دودی رو میتونین استفاده کنین. تا بادمجونامون آماده بشه سیرامون رو پوست میکنیم. وقتی سیر رو داخل آب میندازیم خیلی راحت‌تر پوستش در میاد. البته روش‌های دیگه هم هستش که در آینده خدمتتون خواهم گفت. خب دوستان عزیز دقت داشته باشین اگه چند تا سوراخ رو بادمجونتون ایجاد کنین قشنگ داخلش پخته میشه. به این شکل چند تا سوراخ با چنگال ایجاد کنین. حالا برمیگردونیم ببینیم بادمجونمون پخته این قسمتش یا نه. بله داره میپزه. حالا اون قسمتش رو میذاریم روی اینا هم چند تا سوراخ ایجاد میکنیم. خب اینجا حواستون باید به گوجه ها هم باشه، برشون گردونین که کاملا کبابی بشن. به به چه میرزا قاسمی بشه. حرکتش بدین، برگردونین که کاملا همه طرفش پخته بشه و پوستش راحت تر در بیاد. اینجا هم گوجه همون یه سر میزنیم. اونایی که کاملا کباب شده مثل اینو بر میداریم میذاریم کنار.
خب اینجا سیرامون رو پوست کندیم. یکی شروع میکنیم به له کردن. اگه سیر له کن ندارین میتونین با رنده ریزش کنین. برای 3 تا بادمجون یه بطه سیر کافیه. حالا اگر دوست دارید سیرش بیشتر باشه میتونید یه مقدار اضافه کنید، ولی همین مقدار معمولا کافیه. خب اینجا دیگه گوجه هامون تقریبا آماده شده. میذاریم کنار که پوستاشونو بکنیم. خیلی غذای ساده و راحتیه. شما دقیقا در عرض نیم ساعت میتونین اینو آماده کنید. میریم اینا رو پوست بکنیم تا بادمجونامونم آماده بشه. گوجه رو میتونین با چنگل به این شکل بگیرین و پوستش رو از همش جدا کنین. تا بادمجونامون کاملا پخته بشه گوجه ها رو خورد میکنیم. خب در اینجا تقریبا بادمجونامون آماده شده. برشون میداریم که پوستشون رو بکنیم. از کجا میتونیم بفهمیم؟ از جایی که وقتی راحت پوست بادمجون کنده میشه به این شکل میتونیم بفهمیم که بادمجوناتون آماده است. خب بادمجوناتون رو با چنگال بگیرین، پوستشو کاملا در بیارین. ببینید چقدر راحت در میاد وقتی که کاملا پخته میشه. خب در اینجا بادمجونامون هم خورد میکنیم. به همین اندازه کافیه خورد کردنش.
اشکالی هم نداره اگه یه ذره پوستش باشه، چون شستیم کاملا بادمجونا رو قبلش. خب در اینجا دیگه هم بادمجونامون هم گوجه هامون آماده است. میریم سراغ سیرمون که تفتش بدیم. یه مقدار روغن میریزیم و میذاریم تفت بخوره. خب در اینجا سیرمون هم گذاشتیم رو زغال تفت بخوره که دیگه قشنگ سنتی بشه میرزا قاسمیمون. سیر رو زیاد نذارین تفت بخوره چون تلخ میشه. همین که یه مقدار تفت خورد زردچوبه رو بهش اضافه کنیم با یه مقدار نمک و فلفل و تخم مرغا رو داخلش بشکنیم. و اینجا زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم چون قراره که با تخم مرغمون هم تفت بخوره. یه مقدار نمک، فلفل سیاه و تخم مرغ رو میشکنیم. میتونید یه دونه از تخم مرغ نگه داریم برای تزیین روش، ولی من حالا دیگه کامل میخوام بزنم داخلش چون میخوایم کامل ببینیم به چه شکله. یه مقدار بزنیم تخم مرغ خودشو بگیره بعد همش بزنیم. که تیکه های تخم مرغ داخل میرزا قاسمیمون دیده بشه. به این حد که رسید میتونیم تخم مرغاتون رو تیکه تیکه کنیم. وقتی تخم مرغاتون تفت خورد بادمجون رو بهش اضافه میکنیم که اونا هم یه تفتی بخوره. خب در اینجا بادمجون رو هم بهش اضافه میکنیم که یه تفتی بخوره. اینجا یه مقدار بادمجون همون تفت خورد. گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم همینجور با حرارت ملایم اینا بپزه. درم روش نذارین چون آب میندازه زیاد جالب نمیشه. دیگه اینجا حرارت زغالمون هم تقریبا ملایم شده. میذاریم برای خودش بپزه. میریم سراغ کتم. اینجا برنجمون رو می‌ریزیم.
بخوایم کته بذاریم برنجتون خیس نخوره بهتره. خب برای برنج کته ایمون عزیزان ما مقداری آب میریزیم که وقتی انگشتمون رو داخل برنج میکنیم نوک انگشتامون به اندازه یه بند انگشت بیشتر آب نداشته باشه برای کته. یه مقدار نمک میزنیم بهش و میذاریم روی اجاق. من اینجا ظرفم رو یه مقدار بزرگتر گرفتم چون بعد از اینکه برنج آبشو کشید میخوایم بذاریم ماهیمون رو داخلش که با برنجمون دم بکشه. یه مقدارم روغن میریزیم داخلش. وقتی به نقطه جوش رسید یه مقدار هم میزنین و دیگه بهش دست نمیزنین. آبش که کاملا کشیده شد درشو میذارین به مدت نیم ساعت تا دم بکشه. خب همونجور که میبینیم گوجا آب انداخته و یواش یواش داره پخته میشه غذامون. خب کتمون در حال جوشیدنه. چون ما آب کشش نمی کنیم روغن رو میریزیم دیگه داخلش. یه بار دو بار هم بزنیم کافیه. بعد درشو بذارین تا آبش کشیده بشه. خب در اینجا آب برنجمون کاملا کشیده شده. ماهی رو داخل یه ظرفی میذارین که بتونین راحت هم برش دارین. میذارین داخلش به مدت نیم ساعت با حرارت ملایم میذارین دم بکشه. خب غذامون به این حد که رسید تقریبا آماده است. یه مقدار کره میریزیم روش که آب بشه. دیگه آماده سرو میشه غذامون. خب عزیزان الان برنج ما دم کشیده. اول باید ماهی رو از داخلش در بیاریم که آبش داخل برنج ریخته نشه. یه دستمال تمیز که داغ نباشه در بیارین. میتونین ظرفش رو عوض کنین. خب دوستان عزیز همونجور که میبینین غذامون آماده سرو شده. میریم که مزهش کنیم. بسیار غذای ساده راحت و لذیذیه. یه مقدارم در اینجا ماهی میریزیم رو برنجمون. واقعا خوشمزه شده. امیدوارم که شما هم از این میرزا قاسمی سنتی خوشتون اومده باشه. نوش جانتون. تا دیدار بعدی. خدا نگهدار.